با این ترکیبایی که میسازی برای لول بالا هاست. ما که فعلا فقط اوجیکوش داریم چه کار کنیم؟ خب 2 تا ترکیب آوردم براتون، یکی برای اوجیکوش و یکی برای شیشه. اول از همه یه اوجیکوش برمیداری و ترکیبش میکنی با موادی که بهت میگم. اول از همه یه پاراستامول، یه دونه نوشابه، دوباره یه پاراستامول، یه دونه گازوئیل، دوباره یه دونه نوشابه، یه لوبیا و در آخر یه باتری. پول موادی که بهش میزنی یه چی حدود $30 میشه، ولی برای فروش میتونی تا $150 بفروشیش. یه ترکیبی هم هست برای شیشه که موادی که بهت میگم با هم دیگه ترکیب کن. اول از همه یه دونه موز، دوباره یه نوشابه، یه پاراستامول، یه گازوئیل، یه دونه دیگه نوشابه، یه باتری، یه دونه اسب و در آخر یه دونه لوبیا. اینم باز پول اولیه‌اش همون $30 هست، ولی موقع فروش دیگه تا $500 هم میتونی به یه سری از مشتریا بفروشی. پس حالا که یه ترکیب خوب داری دیگه نگو،